سلام بیننده های عزیز، در این ویدیو طرز و تهیه روش ران مرغ را بیننده باشید. مواد لازم را برای شما عزیزانم به معرفی میگیرم. ران مرغ 1 کیلو، ماست نیم کیلو، سیر کوبیده شده 1 قاشق غذاخوری، زنجبیل کوبیده شده نیم قاشق چایخوری، رب 2 قاشق غذاخوری، روغن نیم گیلاس، مصالحه گوشت نیم پاکت. در قدم نخست بالای ران مرغ ماست را اضافه می نماییم. نمک، سیر، زنجبیل، مرچ سیاه، ذائقه مرغ و نیم پاکت مصالحه مرغ را هم اضافه می نماییم و حالا این ترکیبات را مخلوط می کنیم. با مدت نیم ساعت می گذاریم. قسمی که شما عزیزان در این تصویر تماشا میکنین همین رقم مواد را آماده میسازیم و بعداً در دیگ علاوه میکنیم و حالا این مواد را در داخل یک دیگ علاوه می نماییم. نیم گیلاس روغن را هم علاوه میکنیم. 4 عدد سیر و 2 عدد مرچ تازه را هم در دیگ اضافه می نماییم و حالا دیگ را بالای حرارت قرار می دهیم تا روش ما آماده شود. رب را هم اضافه می کنیم و اینها را مخلوط می کنیم. کچالو و بادنجان رومی را هم همراه با دلمه همین رقم در دیگ علاوه می نماییم و اینها را مخلوط می کنیم. و حالا چیکن روش ما هم نیز آهسته آهسته آماده می شود. خب دوستای عزیزم، چیکن روش ما هم آماده شد. تشکر که تا این دم با ما بودین. امیدوار هستم خسته نشده باشین و یادتان نره حتما لایک، شیر، سابسکرایب کنین و منتظر برنامه های جدید ما باشید. وقت بخیر.